وعده صادق 1 و 2 مهمتر از هر چیزی یک درس برای ایران بود. یک آزمایش برای آماده سازی یک سناریوی جنگ واقعی. وعده صادق 1 اولین تعامل واقعی بین موشک‌های ایرانی و دفاع اسرائیل بود. با توجه به ائتلاف منطقه‌ای اسرائیل برای رهگیری و انهدام موشک‌ها بهینه نبود، اما هنوز مناسب و معقوله. توی وعده صادق 2 شاهد سازگاری و پیشرفت‌هایی بودیم که میزان قابل توجهی پرفورمنس رو بهبود بخشید، اما هنوز برای جلوگیری از یک جنگ کافی نیست. بعد از گذشت نزدیک به 1 سال، سلاحی جدید به طور خاص برای مقابله با مشکلات موجود توی وعده صادق 1 و 2 طراحی شد. موشک قاسم بصیر با برد بیش از 1200 کیلومتر و دقت فوق‌العاده که حتی توی جهنم الکترونیکی هم هدف خودش رو پیدا میکنه. تصور کنید سلاحی که گرمای شما رو میبینه، حرکاتتون رو رصد میکنه و مثل یه شکارچی راه فرار رو میبنده. این قدرت هدایت حرارتی هدیه‌ای از جهنم برای دشمنان ایرانه. موشک قاسم بصیر با سوخت جامد و هدایت ترکیبی میتونه یک سر جنگی 500 کیلوگرمی رو با سرعت بیش از 10 ماخ توی یک مسیر شبه بالستیک با قابلیت تغییر مسیر و مانور 1200 کیلومتری خودش هدف خودش رو منهدم کنه. قاسم بصیر بر پایه موشک حاج قاسم که خودش توسعه پیدا کرده از پلتفرم خانواده فاتح ایرانی طراحی شده. جنس بدنه قاسم بصیر از کربن فایبر ساخته شده که علاوه بر مقاومت بالا توی وزن‌های پایین‌تر، سطح مقطع راداری موشک همینطور امضای حرارتی اون رو کم میکنه. اما نقطه قوت قاسم بصیر همینطور که از اسمش مشخصه سیستم هدایت ترکیبی اونه که از هدایت اینرسی معمول برای مسیریابی اولیه، ناوبری ماهواره‌ای برای اصلاح مسیر و هدایت اپتیکی احتمالاً حرارتی برای فاز پایانی و ترمینال استفاده میکنه. یکی از مشکلات وعده صادق 1 و 2 این بود که موشک‌های ایرانی از لایه‌های سنگین و متراکم‌ترین و محافظت شده‌ترین پدافند دنیا رد شدن، اما به دلیل جهنم الکترونیکی که اسرائیلی‌ها به راه انداخته بودند، موشک‌ها توی فاز پایانی حمله گیج می‌شدن و با خطای چند متر برخورد می‌کردند. اما با این ارتقا موشک قاسم بصیر همینطور که از اسمش مشخصه به معنی قاسم بینا این مشکل رو تا حد زیادی حل کرده. هدایت اپتیکال قاسم بصیر رو به یک قاتل هوشمند تبدیل کرده بدون نیاز به سیگنال خارجی. سنسورهای مادون قرمز امواج رو توی محدوده خاصی دریافت می‌کنند تا تفاوت دمای اهداف نظامی مثل سکوهای راداری، موتورهای فعال یا ژنراتورها رو تشخیص بدن. لایه اپتیکال یک بانک داده 3 بعدی ساخته شده از تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌های هوایی و یا مدل‌های دیجیتال توی حافظه موشک ذخیره می‌کنه تا موشک با استفاده از الگوریتم‌های تطبیق الگو تصاویر زنده دوربین خودش رو با داده‌ها مقایسه کنه و هدف رو در صورت حتی تغییرات جزئی مثل استتار شناسایی کنه، حتی هدف اصلی رو از اهداف فرعی و ساختگی تشخیص بده. عدم وابستگی به سیگنال خارجی موشک رو از حملات سایبری و یا فضاهایی با شعاع الکترومغناطیسی بالا یا همون جمینگ حفظ میکنه، به هدف خودش میرسونه. قاسم بصیر جزو مانورپذیرترین موشک‌های ایرانیه. توی فاصله 5 کیلومتری هدف با مانورهای اس شکل با شتاب جانبی 20G سیستم‌های دفاعی مبتنی بر رهگیری با پیشبینی مسیر مثل تاد رو فریب میده. این مانورپذیری با استفاده از سکان‌های گازی و یا بالچه‌های هوشمند انجام میشه. قاسم بصیر دقیقاً با تجربه عملیات وعده صادق ارتقا داده شده تا نقاط ضعف ایران رو پوشش بده و زیرساخت‌های حیاتی دشمن رو بدون نیاز پرتاب انبوه موشک تهدید کنه. نمایش توانمندی‌ها توی فناوری‌های پیشرفته غیر وابسته به غرب ایران رو به عنوان یک قدرت تکنولوژیک مقاومتی تثبیت می‌کنه. همینطور افزایش نگرانی انتقال فناوری به متحدان منطقه‌ای ایران ممکنه واکنش غرب رو به همراه داشته باشه. همینطور بی‌اثر شدن نسبی سامانه‌های دفاعی دشمن و نیاز به سامانه‌های پیشرفته لیزری و یا انرژی هدایت شونده که هنوز توی مراحل آزمایشی هستند. البته باید به یاد داشت موفقیت واقعی یک سلاح توی پرتاب موشک و نابودی نیست، بلکه توی جلوگیری از یک جنگ از طریق بازدارندگی هوشمنده.